ادامه برنامه‌های رادیوی فرهنگ. با افتخار 100 سالگی نویسنده خلقی تاجیکستان ساتیم اولوغزاده. السلام علیکم شنونده های ارجمند. با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی رمن استاد ساتیم اولوغزاده فردوسی در قرائت عبدالرشید قاجارپور. گفتار 29. بازگشت. دو اسبی آورده ابودلف، همان اسبان انعامی امیری کهستان بودند. راوی شاعر را یاری داده سوار کرد و خودش هم سوار شده بابک را به پشتش نشاند. به راه افتادند. پهلوی هم اسب می راندند تا از محلات و باغات شهر گذشته به دشت برآمدند. فردوسی لب به سخن باز نکرد. ابودلف و بابک حیران و ناراضی از بخشیدن استاد آن دو خلطپول را به 3 کسی بیگانه همچنین خاموش بودند. شاعر منتظر بود که آنها سبب چنین رفتاری او را میپرسند، ولی آنها دم نمیزدند. میفهمند که حالا درباره عطای سلطان گپ زدن برای من ناخوش است، بنابراین خاموشند. و دلش میگفت فردوسی. اما بعد خودش سخن آغاز کرد. شاهی دون همت مرا تحقیر کرد، خار کرد. بدگوهر غلامزاده به ذاتش کشید. عطای او عطا نیست، حقارت برنج 35 ساله من است. مرا مانند مداحان خودش غلامی حقیر گدا طبع گمان کرده است مگر. فردوسی کیست که به خواری تن دهد؟ اگرچه خوار کننده شاه هم باشد. توف به عطایش، دولتش، تخت و تاجش. آسمان صاف، آفتاب شعله فشان بود، اما ابری سیاهی در فرازی کوهساران شرقی شناور بود. بناگاه شماری تندی وزیده ابرها را به بالای دشتی کشاد راندن گرفت. به دست و روی سواران چکره‌های سرد چکیدند. چکره‌ها در یک دم به باران سیل تبدیل یافتند. دشتی سنگلاخ را غرقاب پخش کرد. سیل کلمک‌ها پدید آورد و جویک‌های آبی گیلالود روان کرد. یاری اسپان سروتنی سواران مثل اینکه هر 3 در آب غوطه خورده برآمده باشند آبشار گشت. آنها سوی دهکده‌ای که در پسی تور پرده باران در دورتر نمودار بود شتافتند. به دهکده رسیده بودند که باران ماند. شب در منزلی یک نفر باشنده ده دم گرفته پوشاک‌های ترشان را در گلخن خشکاندند. روزی دیگر آسمان صاف، هوا آرام بود. نزدیکی چاشتگاه وقتی که زمین غرقابی دیروزه را مکید و آفتابی تابان روی خاک و ریگ را یک قدر خشکاند، مسافران ما باز به راه افتادند.
آنها روان شدند. ما به اندک مدت به غزنی برگشته واقعه های در آنجا در غیب فردوسی روی داده را حکایه می کنیم. اولا درباره سیله شاهنامه. سلطان در پایان کدام یک مشورتی دولتی با همراهی وزیر میوندی از بارگاه می برآمد. وزیر در دم در به وی سؤالی را که در دل داشت ولی در وقتی مشورت نداده بود داد. سیله شاهنامه را چقدر بدهیم؟ 50,000 گفت شاه. دینار؟ هراسیده پرسید میوندی. دیرم گفت شاه. سلطانم این بسیار است. مباد که پیر شاعری بینوا یک باره این مقدار پول به دست آورده شادی مرگ شود. هرچند که شاهنامه او به دلخواه ما در نیامده و خودش هم به ما درشتی ها کرد، ولی پیر است و بسیار رنج کشیده به امید آمده است. راضیش بکن. سلطان این را گفته به دری که سوی حرم سرایش بود در آمده رفت. میوندی به خود قرار داد که برای راضی کردن شاعری کمبغل به وی 60,000 دیرم دادن شرط نی، 20-25,000 بسنده است. اگر اختیار به میوندی می بود شاید او به شاعری شیعه مذهب 1 دیرمی پوچک هم نمیداد. او به خزینه‌دار امر کرد که به فردوسی 20,000 دیرم فرستد. 3 مردی گنج رایگان یافته، نوکری خزینه‌دار، خادم حمام و شربت فروش 20,000 دیرم را بین خودشان تقسیم کرده گرفتند و پیمان کردند که دیرم‌ها را فوراً پنهان می‌کنند و این راز را از همه و حتی از اهل خانواده هاشان نیز مخفی می‌دارند. نوکر خزینه‌دار سلطان خلطه تنگه ها را شب هنگام به خانه‌اش برده از اهل خانواده‌اش پنهانی در آغیل بطه‌ی کاه و خاشاک گوراند. شب با خاطری مشوش در خیالی چگونه احتیاط و صرف کردن گنج خوابش نبود. روز و شب دوم را نیز با همین کیفیت و با ترس و هراس گذراند. ترسش از آن بود که اگر مبادا راز آشکار شده ماند عاملان مالیات پول را از او می ستانند و خودش را به زندان می اندازند. اما کجاست رازی که عاقبت آشکار نشود؟ نوکر روزی سوم تاب نیاورد. ترس به وی غلبه کرد. خلطه پول را برداشته به خزینه‌دار برد و واقعه را بیان کرد. آنگاه خادم حمام و شربت فروش نیز فوراً به حبس گرفته شدند. هر دو در شکنجه به پول گرفتنشان از فردوسی اقرار کردند. پول از آنها نیز ستانده شد. خزینه‌دار واقعه را به وزیر عرض کرد، وزیر به شاه. میوندی عرضداشت خود را به سلطان در وقتی کرد که وی بعد از نماز بامداد در بارگاه با شیخ مهمشاد و چندی از ندیمان و مقربانش نشسته بود. این هم نشینان با همراهی یک گروه اعیان و اشراف چنان که رسم بود به نزد شاه برای سلامی پگاهانی آمده بودند. شاه اعیان و اشراف دیگر را مرخص کرده این چند نفر را برای صحبت خاصه نگاه داشته بود. وزیر در آمد و صحبت خاصه قطع شد. شاه عرض او را شنیده چین به ابرو آورد. چهرهش خیره و چشمانی تنگش تنگ تر شدند. چی میگویید؟ سزای فردوسی چیست؟ سؤال داد او به مقربان. آنها یک یک به آتش غضب وی دامن زدن گرفتند. یکی گفت واه این چی کورنمکی
چی بی حرمتی به عطای پادشاه است که فردوسی به خود جایز کرده است. دیگری افسود: عطای پادشاه چی 1 درم و چی 100 درم قدرش یکی است. اگر سلطان به کسی 1 مشت خاک فرستد، آن کس باید از روی اعزاز و اکرام آن خاک را چون توتیا به چشمانش کشد و حماقت را از بساطش با پنجه ادب تراشد تا به شایستگی آن عطا برسد. جمله همنشینش را به خاتمه رساند ندیمی که خود را از زمره ادیبان و فاضلان می شمرد و این ضرب المثل منظوم را بر زبان راند: عطا گرچه اندک دهد پادشاه، به بسیاریش کرد باید نگاه. زباران بود قطره در ابتدا، ولیکن شود سیل در انتها. سلطان به مهمشاد مراجعت کرد: حضرت چه می فرمایند؟ شیخ بزرگوار گلو افشانده چنین فتوا داد: بنده سابقا هم به اعلی حضرت عرض کرده بودم که این شاعر رافضی است، بددین است. اکنون به ذم این عطای مبارک را چنین خوار کرده است، خونش مباح است. مرافعه در غیب عیبدار به اتمام رسید. اکنون نوبتی حکم برآوردن بود. او را دستگیر باید کرد، گفت سلطان. به ایاز ایماخ که نیز در صحبتی خاصه حاضر بود فرمود: از دنبالش سواران بفرست، او را بگیرند و بسته آورند. تأملی کرد و چنین فرمان داد: ناسپاسی بددین را به پای فیل باید انداخت. گشته تکرار کرد: به پای فیل. فرمان به زودی در شهر آوازه شد. مردمان به اضطراب افتادند. دوستان شاعر را وحشت فرا گرفت. ملیک الشعرا سخت آشفته خاطر گشت. نمی دانست چی کار کند. تصوری هلاک شاعر در زیر پای فیل مدهیش بود، ناهنجار بود. انصوری می فهمید که کشتن چنین سخن آفرینی بزرگی فردوسی است به سلطان بدنامی ابد خواهد آورد و بلکه آغازی واژگونی سلطنتی او خواهد بود. نخواهد که سلطان این را نفهمد. بناگاه به یاد وی شرف الدین ماحک آمد. شاعری مسافر در خانه آن خواجه منزل کرده بود. خواجه دوستی اوست، باید با او مشورت کرد. انصوری راست به کشک ماحک روان شد. پیرمرد از تشریف ناگهانی ملیک الشعرا در این پگاهی بر وقت حیران شد و حتی به خواطر افتاد. مگر یگان واقعی غیر عادی و ناخوشی روی داده باشد؟ بیچاره از کجا می دانست که واقعا از بدترین گمانی او 100 چند بدتر است. خواجه یک حادثه فجیع رخ داد. در مهمان سرای خواجه نشسته سخن آغاز کرد انصوری: نمیدانم به چی سببی فردوسی عطای سلطان را رد کرده، به خادم حمام، شربت فروش و نوکری خزیندار بخشیدند. این خبر به درگاه رسیده، این پگاه در یک ساعتی مشؤوم امر سلطان صادر شده است که شاعر را، آه
من چیسان گویم، با کدام زبان گویم؟ امر صادر شده که فردوسی را دستگیر بیکنند و به پای فیل اندازند. رنگی ماهک کند دستگیر به پای فیل. یا ربی! با عنصری چنین نمود که خواجه بعد از کندن رنگش چهره سیاه جرده او گشته سیاه تر شد. هم گویا که او را از کتفش زیر کرده باشند. جثه اش خمید، چشمانش پوشیده شدند. امر در حضور کیها صادر شده است؟ نه اینکه از مقربان هیچ کدامی جرأت نکرد که سلطان را از دادن چنین امری شنی باز دارد. خود می دانید که چنین جرأت بی خطر نیست، غیر ممکن است. می گویند که شیخ بزرگ خون فردوسی را مباح کردند. ای وای، ای وای، این چی ظالمی است، چی نامردمی، چی درنده خویی! حکیم و شاعری معظم را به زیر پای فیل؟ آیا از شاهان پیشین هیچ یکی چنین کاری کرده؟ شما به یاد ندارید؟ خواجه عزیز، حالا وقتی این گفتگو نیست، فرصت تنگ است. بنده به نزد شما برای مشورت آمدم. چه کار باید کرد؟ به فردوسی چطور آگاهی دهیم تا که چاره احتیاط را ببیند؟ او در سفر است. الان تا کجا رسیده باشد؟ نمیدانم. با غایتی اندوه و نومیدی گفت ماهک. سواری را از دنبالش دوانیم مگر؟ مصلحت انداخت عنصری. بلی، علاج دیگر نیست. به من این ممکن نیست. خودتان می دانید به شاه زود معلوم می شود. من سوار می فرستم، گفت ماهک. بسیار خوب. گویا باری گرانی از دوش عنصری افتید، اما زودتر باید فرستاد. هم فرستاده شما را با غایت شتاب رفتن می باید، زیرا امروز یا فردا نوکران سلطان از پی فردوسی می افتند. خیر خواجه عزیز. عنصری برخاست. امید است که با مدد شما این مشکل آسان شود و کار به خیریت انجامد. ماهک پسر خردیش جوانی 23 ساله نصرالدین را از حوری درون صدا کرده فرمود که زود اسب یرغه سیاه مشکین را به یم بندد و پسان زین زده خود به سفری راهی دراز حاضر شود. خودی ماهک به حجره بالاخانه برآمده سری خان تخته نشست و به نوشتن مشغول گردید. رقعه به نام فردوسی نوشته او را از واقعه آگاه کرد و تأکید نمود که وی به هرات نرود، بلکه به آن نرسیده تنابی راه سوی تیرمیز کشد و از جیحون گذشته به توران زمین پناهد. اما بعد فکر کرد که خط فرستادن بی احتیاطی می شود. از قضا ممکن است که خط به دست مأموران شاه افتد. رقعه را در رانده پرتافت. چون پسرش به سفر حاضر شده اسب را زین زده برآورد، ماهک به وی فرمود: سوار شو، سوی کابل بیران، تیز بیران، از عقیب فردوسی برس. در منزل ها زیاد نیست، تا توانی شبانه هم سواری بکن. سپس به جوان فهماند که وی فردوسی را از چی باید آگاه کند و چی گوید. نصرالدین زاد سفرش را در خرجین انداخته به راه افتاد. فردوسی با ابودلف و بابک در راه
زود زود فرامده دم گرفته بی شتاب می رفتند. اکنون به کجا هم شتاب کنند؟ از پا را مانده نکرده باید پیش رفت. نصرالدین باشد تا آنها یک فرسخ طی مسافه می کردند که با اسب یورغش 2 فرسخ راه می پیمود. با این روش وی به آنها در راه در دیهی که از وی تا کابل کمابیش 4 فرسخ مانده بود رسید. مسافران توسی در لبی جوی به استراحت نشسته نان و انگور تناول می کردند. 2 تا نان و 2 خوشه انگور را یکی از دیهاتیان که خانه‌اش در همان جای قرار گرفته مسافران بود بر حسب عادت مسافر نوازی مردمی ما برای آنها آورده بود. اسپانی از زین برآورده و به درخت بسته شده نیز دم گرفته بیده می خوردند. فردوسی از خبری فرمان شاه به دستگیر کردن و به قتل رسانیدن خودش یک تکان خورد و دم نزد. سکوت کرد، به اندیشه رفت. ابودلف و بابک سخت به اضطراب افتاده بی قرار گردیدند. های دریغ، با عیب من آن 3 بیچاره بیگناه هم به بلا گرفتار شدند. ندامتی المناک کرد فردوسی. وی خادمی حمام، شربت فروش و نوکری خزیندار را در نظر داشت که هم از انعام شاعر محروم مانده و هم به زندان انداخته شده بودند. مروتی من برایشان نسبت بار آورده است، گفت باز فردوسی. در این دنیای دون از خیر شر می روید و نیکی بدی می زاید. این بود نخستین سخنانی که پس از آگاهی یافتن شاعر از محکومی قتل شدنی خودش همراهانش از زبانی او شنیدند. نهایت هر 4شان براه افتاده شامگاه واردی کابل شدند. صاحبی کاروانسرایی که مسافران ما در وی قرار گرفتند شناس و مخلص شاعر بود. در وقتی سفری از هرات به غزنی فردوسی با همراهانش در کاروانسرای او 2 روز توقف کرده به ابودلف با خواهش اهل کاروان شناسایی سفری و دیگر مسافران مقیم کاروانسرا برای آنها شاهنامه خوانده بود. صاحب کاروانسرا هم خوانش او را با شوق و ذوق شنیده به فردوسی ابرازی اخلاص و احترام نموده بود. از خبری آورده نصرالدین او هم به خواطر افتاده به شاعر چنین مصلحت داد: شمایان به هرات می روید. خیلی خوب، هیچ خوف نبرید، روان شوید. اگر نوکران سلطان به اینجا رسیده شما را پرسند من می گویم. راهی شدند، گفتند که به بلخ می روند، از بلخ به مرو، از مرو به سرخس، از سرخس به نیشاپور. همین طور نوکران را به راه بلخ روانه می کنم. خدا خواهد در آن طرفها شمایان را نیافته آواره شده برمی گردند. اگر به فریب پی برند و برگشته به شما درفتند که چرا دروغ گفتی، شما چیکار می کنید؟ خاطر رسان کرد فردوسی. صاحب کاروانسرا این طرف کار را هم فکر کرده بوده است. وی چنین جواب داد: میگویم من چی دانم؟ من آنها را آگاه کرده بودم که راهی بلخ و مرو دشوار، کوه و کوتلهایش بسیار است. بهتر که شمایان با راه هرات بروید. بنابراین احتمال آنها در راه از نیتشان گشته به طرف هرات تاب خورده باشند. ابودلف پرسید: آیا بهتر نیست که وی به نوکران بگوید که چنین مسافران به کاروانسرای او نیامدند، وی آنها را ندیده است و نمیداند؟
مردک جواب داد که از دو سر در کاروانسرای من توقف کردن آنها را پنهان داشتن ممکن نیست، زیرا به کابل وارد شده به این کاروانسرا فرود آمدنشان را بسیار کسان دیدند. خلاصه کلام مصلحت آشنای کابلی شاعر به وی معقول افتاد. وی تنابی راه سوی ترمیز کشیدن را که ماهک برای او صلاح دیده بود اختیار نکرد. نصفی شبی وی با همراهانش کابل را ترک کرد. بابک اکنون سواره سیوم بود. با خواهش فردوسی صاحب کاروانسرا با سالار یک کاروانی به کابل آمده گفتگو کرده از وی اسبی را به نرخی نسبتاً ارزان برای پیش خدمت شاعر خریده بود. راه کلان از کابل به سمت شمال غربی بعد از یک منزل به دو جدا شده، یکی سوی بلخ و دیگر سوی هرات می رفت. مسافران ما راه هرات را پیش گرفتند. پسری ماهک و صاحب کاروانسرا آنها را تا سری دو راهه گسیلانده در اینجا با ایشان خیرباد کردند و عقیب گشتند. دو نوکری مسلح شاه تعقیب کنندگان فردوسی به کابل بعدی 2 روزی رفتنی او رسیدند و با گفته صاحب کاروانسرا به راه بلخ اسب انداختند. شما گفتار 29 را از روی رمن استاد ساتیم اولوغزاده فردوسی در قرائت عبدالرشید خوجمقولوف شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. انجام گفتار ادبی از سلسله خوانشی بدیعی.